عصر شما بخیر. امروز لازمه که ما راجع به ابزارهایی که توی بازارهای مالی مبنای کارمونه صحبت کنیم و نحوه استفاده از اون رو برای شما توضیح بدیم. ابزار که ما امروز راجع به صحبت میکنیم تریدینگ ویو اولین ابزاریه که هر فردی که میخواد وارد بازارهای مالی بشه باید نحوه به درستی استفاده کردن و شرط و شمایل پایه و اساسی اون رو یاد بگیریم. اولین چیزی که ما زمانی که تریدینگ ویو باز میکنیم، چیزی که ما مشاهده میکنیم به این صورت و چیز خاصی روی چارت وجود نداره و همه چی به شکل خیلی ساده و شماتیک با کندل های سبز و قرمز هست. برای عوض کردن رنگ های کندلی ما میتونیم به بخش تنظیمات این بخش بریم که در این تنظیمات میتونیم بدنه کندلمون، دور بدنه کندلمون رو و شادوهای کندلمون رو عوض کنیم که پیشنهاد میکنم که رنگ هایی رو انتخاب کنید که به روحیتون بیشتر بخوره، بتونید راحت باش کار کنید. در بخش پایین میتونید تایم هایی که دوست دارید انتخاب کنید که یه نیویورک انتخاب کنن، یه سری لندن، یه سری تهران. به خودتون بستگی داره که میتونید همینجا هم عوضش کنید. توی بخش سوم شما میتونید پس زمینه خودتون رو عوض کنید که خیلی ها دو رنگ، یه رنگ، هر رنگی که دوست دارن. شما میتونید مودهاش رو اینجا خاموش کنید. زمانی که ریپلی یا هر کاری انجام میدید اینجا مشخص نباشه. این یه خلاصه خیلی کوچیک راجع به چیزهای ساده مارکته و چیز خاصی نیست. چیزهای خاص‌تر به این صورت. برفرض مثلا ما میخوایم یه اندیکاتور خاص یا یه ابزار خاصی رو به سیستممون اضافه کنیم. توی گزینه این که میبینید پیند اینتر، زمانی که روی این کلیک کنید شما میتونید ابزار و اندیکاتوری رو که لازم دارید چارتتون اضافه کنید. توی گزینه دوم میتونید استراتژی‌های مختلف، توی گزینه سوم ریپلی هایی که زدید و توی گزینه آخر این برای ما ایرانی‌ها که نیست ولی خب میتونید بروکرهایی رو که دارید به تریدینگ ویوتون وصل کنید. این گزینه عکس میگیره، این گزینه صفحه رو بزرگ میکنه، این گزینه سرچ سریع میزنه. شما میتونید واچ لیستاتون رو اینجا ذخیره کنید. زمانی که یک ارز رو اینجا جستجو میکنید مثل طلا، یورو، دلار، زمانی که این تیکه گوشه سمت چپ رو بزنید، این پرچم رو بزنید، به واچ لیست شما اضافه میشه و دیگه نیاز نیست هر بار وارد این محدوده بشید و چیزی که میخواید در این مکان قرار بدید. نکته بعدی این اینترنت همراهی میکنه با شما اندیکاتور خاصی که میخواید به این اضافه میکنه که کدش به این صورته. اکثر اندیکاتورها زمانی که اد تو چارت رو بزنید اندیکاتور به صورت خودکار به چارت شما اضافه میشه. تایم فریم های مختلف رو داریم که بستگی به این داره که شما چه تایم فریم رو استفاده کنید. میتونید سیوش کنید برای خودتون، ستاره دارش کنید که تایم فریم هایی رو که میخواید اضافه کنید و داشته باشید.
نحوه اضافه کردن اندیکاتورهای سیستمی. گفته شد اندیکاتورهایی رو داریم که توسط خود تریدینگ ویو قابل استفاده است و از این گزینه اندیکاتور شما میتونید اندیکاتورهای مختلف رو سرچ و پیدا کنید. اینجا میتونید هر چی که میخواید سرچ کنید، به عنوان مثال RSI فارسی RSI که میتونه انواع مختلف RSI رو برای شما نمایش بده و هر کدوم که دوست دارید انتخاب. حالتهای بعدی نحوه آلارم گذاری، نحوه حذف آلارم، نحوه اینکه آلارم چه صورتی برای شما نشون داده بشه. و فرض مثال شما میخواید زمانی که قیمت به این محدوده رسید یک آلارمی داشته باشید روی سیستم و گوشیتون یا روی جیمیلتون بیاد که بتونید به راحتی آلارمتون رو انتخاب کنید. میتونید از گزینه سمت راست روی این علائم کلیک کنید و آلارم گذاری کنید یا میتونید مستقیم به صفحه کلید درافت کنید و آلارمتون رو بذارید. خب آلارم وقتی که نوتیفیکیشن میزنید شما میتونید انتخاب کنید که براتون ایمیل بیاد یا فقط روی سیستم نشون داده بشه که صداش در بیاد یا نه شما لازمه به جایی برید و لازمه ایمیل براتون بیاد که میرید توی ستینگ این و ایمیلتون رو میزنید و به راحتی زمانی که شما یک آلارمی میذارید میتونید اونو ست کنید برای خودتون یا کاملا تغییرش بدید. چیزای خیلی ابتدایی و راحت داره چون ما قصدمون از تولید این ویدیو صورتی که شما کامل با ابزار تریدینگ ویو آشنا باشید لازمه که همینو گفته بشه. گزینه‌های بعدی که داریم ما میتونیم 2 تا صفحه، 3 تا صفحه، 20 تا صفحه این توی اینستاگرام توی تریدینگ ویو پریمیوم استفاده میشه که گزینه اول رو که بزنید دو صفحه‌ای که برای شما نمایش داده میشه شما میتونید در صفحه سمت راست یک عرض دیگه‌ای داشته باشید، یه نماد دیگه‌ای داشته باشید، در سمت چپ یه نماد دیگه. یعنی میتونید نمادهاتون رو تغییر بدید. ولی اگه این گزینه فعال باشه شما هر 30 تا 40 تا 1000 تا صفحه باز کنید فقط یه نماد برای شما میاره و این گزینه خیلی مهمه که دارین بسته بشه. وقتی شما روی اعداد سمت راست کلیک راست کنید و یه سری گزینه برای شما میاره رنج به ایندکس تو صد لوگاریتمیک یا لاین و اینجور بهتره که دستکاری نشه ولی خب خیلی وقت پیش میاد که شما یه گزینه رو میزنید که بعدا موندید که چطور باهاش کار کنید. بهترین تنظیمات همین رنج نباید این گزینه رو فعال کنید. اگه این گزینه رو فعال کنید چارتتون برعکس میشه واسه کسایی که فقط با مثلا سل راحتن فقط با پایی راحتن که پوزیشن معکوسش رو به این صورت تحلیل کنن که خیلی توصیه نمیشه. این گزینه رو بزنید چارتتون قفل میشه نه که به این صورت نتونید تکونش بدید. خیلی نمیتونید راحت اشکال و چیزا رو روش بکشید پس بهتره قفلم باز نباشه. زمانی که شما میخواید یک تمپلیت خاص رو روی محدودتون بیارید لازمه که چیزهایی رو که لازم داری به صورت ستاره دار داشته باشیدش که به عنوان مثال یک باکس استفاده کنیم. تنظیمات باکس که یکی از تنظیمات مهم ماست به چه صورتیه شما بهتره توی استایل میدلاین حتما روشن باشه. اگه گزینه اکسلنت ریت رو بزنید سمت راست و گزینه پایین به سمت چپ امتداد داده میشه که این به خودتون بستگی داره. و زمانی که میخواید چیزی رو که ذخیره کردید به عنوان مثال چیزی به اسم اوردر بلاک میخوام سیوش کنم به این صورت شما میتونید به هر اسمی که دوست دارید اینو سیوش کنید.
مستقیما میتونید در این محدوده رنگ هاش رو عوض کنید که این هم خودش یه چیز کار. گزینه بعدی گزینه آهنرباز. زمانی که شما آهنربا رو فعال میکنید و قیمت به محدوده میرسه، شما این خودش رو با ویک ها هماهنگ میکنه و دیگه نیازی به این نیست که شما حتما خودتون دستی تنظیمش کنید. مثلا میخواید از اینجا تا اینجا رو علامت گذاری کنید، به راحتی خودش برای شما انجام میده. ولی توصیه میکنم زیاد از این استفاده نکنید چون باید سردرگمی. خب این مداد قفل به چه معنی؟ زمانی که فکر کنید شما باید چند تا خط همزمان بکشید تا کلیک راست نکنید، کل خطوط به این شکل میتونید داشته باشید. برای کسایی که میخوان جای مختلف رو توی مارکت مشخص کنند و دوست ندارن که دوباره هی برن مداد بزنن بیان مداد بزنن بیان، وقتی کلیک راست میکنید کاملا قطع میشه و اصلا نیازی به این نیست. وقتی که شما میخواید شکل‌های مختلفی رو که روی چارت کشیدید همزمان پر کنید و دونه دونه کلیک نکنید روش، میتونید از گزینه کنترل استفاده کنید. زمانی که کنترل رو میگیرید و کلیک راست میکنید، کلیک چپ میکنید، کل این ابزارهایی که اینجاست برای شما آورده میشه و شما میتونید پاکش کنید، انتقالش بدید یا هر کار دیگه‌ای که لازم باشه انجام بدید. در این محدوده کندل استیک های خاص که به صورت بار و هیکونوشی و ولیوم و لاین و اینجا میاد، میتونید شکل مختلفش رو عوض کنید که یکی از چیزهایی که ما استفاده می‌کنیم لاین کندل استیک و هیکونوشی به این صورت. شما میتونید اندیکاتورهایی رو که دارید ذخیره کنید اینجا و سیو رو بزنید به یه تمپلیت خاص برای خودتون درست کنید. وقتی این گزینه هم واسه حذف شکل خطوط موقت روی چارت قفل چارت و دیگه چیز خاصی راجع به تریدینگ ویو نیست که شما بدونید. در این حد زمانی هم که شما دسترسی به تریدینگ ویو پریمیوم ندارید، میخواید دو تا جفت ارز یا دو تا نماد مختلف رو همزمان داشته باشید، توی گزینه به علاوه اینجا کلیک کنید، روی نماد خاص سرچ کنید، روی نیو پین بزنید، تیکش رو فعال کنید، میاد روی صفحتون و زمانی که شما روی این دو کلیک کنید یا روی تنظیمات یا ساعت لاین بذارید روی هات کندل استیک و به این صورت بتونید دو تا چارت مختلف رو روی سیستمتون داشته باشید. با دو تا کلیک راست کلیک چپ میره پایین، با دو تا کلیک راست میاد بالا، مثل همه اندیکاتورهایی که به صورت خطی و نمادی در پایین. خب شما توی این بخش میتونید ارزهای مختلفی که میخواید سرچ کنید، میتونید بروکرهای مختلفی که این ارزها رو دارن توی گزینه اپراتور جدا کنید برای خودتون و اینجا فارکس رو داریم، کریپتو، ایندکس، شاخص‌ها و زیاد به فیوچرز کار نداریم ما، زیاد به استوک کار نداریم ما چون استوک شاخص‌های کشورهای مختلف نشون میده. در همین حد شما میتونید به راحتی با تریدینگ ویو کار کنید. جالبش هم هست که شما میتونید از وبش مستقیم استفاده میکنید یا بتونید کلا برنامه‌اش رو روی سیستمتون پیاده کنید و برنامه‌اش رو داشته باشید. و نسخه های پریمیوم داره، میتونید لاین اپ های خاصی برای خودتون ذخیره کنید، اسمش رو عوض کنید و داشته باشیدش. در این مورد هم شما میتونید فیلم های دهایی که خودتون دارید رو ضبط کنید به صورت رایگان اشتراک بذارید یا در دسترس
ذخیره کنید برای روز مبادا. هم که ریپلی که الان چون ما روی چارت پریمیوم نیستیم نمیتونیم ریپلی بزنیم به سمت عقب، ولی توی روزانه این کار میتونیم انجام بدیم. یادتون باشه روی هیکونوچی شما نمیتونید بک تست بگیرید که متاسفانه یکی از باگ‌های تریدینگ ویو که روی روزانه ما راحت میتونیم قیمت رو به سمت عقب ببریم. اینجا سرعتش رو تنظیم کنیم. اینجا با توجه به تایمی که ما توشیم میتونیم 1 ساعته بره جلو، 2 ساعته، 3 ساعته، 4 ساعته یا اتومات. و زمان که شما یک بک تستی میگیرید به عنوان مثلا اینجا بخوایم وای بزنیم و استاپمون رو بذاریم اینجا TPM مثلا، زمانی که این گزینه رو بزنید میاد بهتون میگه چه ریتی دارید، چه آرواری گرفتید و به چه صورتی بوده. نکته خاصی راجع به تریدینگ ویو دیگه نیست که بشه راجبش صحبت کرد. کاملا همه چی مشخص و توضیح داده شد که به چه صورتی باید از این استفاده کنید. میتونید این صفحاتون هم بزرگ کنید که با گزینه برگشت توی سیستمتون یا ESC به سمت عقب برمیگرد. 2 تا چارت هم میتونید داشته باشید که یکی گزینه رو باز کنید میتونید یه چارت جدید داشته باشید هرچی که خودتون دوست داشته باشید. 2 تا چارت مزاحم داشته باشید که میتونید جداشون هم کنید و روی صفحه های مختلف سیستم عاملی که در اختیارتون هست بذارید. امیدوارم کامل باشه و بتونه ابهام بود راجع به تریدینگ ویو برای شما برطرف. وقتتون بخیر.